بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود و سلام به شما خوبانی که ما را همراهی میکنید در برنامه سفره دل و به خصوص عزیزانی که یک هفته است منتظر این برنامه هستند، برنامه این هفته و اهمیتش. و منم خیلی خوشحالم از اینی که این همه استقبال نشون دادید برای برنامه این هفته و از تمام عزیزانی که با ما در تماس بودند، چه اونایی که تشویق کردند و تشکر کردند و ابراز علاقه کردند برای این برنامه و چه اونایی که یک نوع به اصطلاح دلخوری نشون دادند و یک نوع برداشت شاید غیر دقیقی از برنامه داشتند و از موضوع. اون عزیزان هست همتون کمال سپاس رو دارم و امید هست که در این برنامه ما بتونیم یه مقداری قضیه رو بیشتر بازش کنیم و بهتر و دقیقتر حلاجیش کنیم. عزیزان، قضیه چند همسری یک قضیه پرجنجالی است. متاسفانه من سری که به کتابخانه فارسی و به سوشال میدیا زدم در مورد چند همسری، اون برداشت هایی که بود واقعا برام قابل تأسف بود که متاسفانه حتی بعضی از اندیشمندان و بعضی از افرادی که جبه و عبای علم و دانش رو به تن میکنند و حتی بعضی از جامعه شناسان و بعضی از مفکران برداشت‌های بسیار سطحی، بسیار برداشت‌های خودخواهانه، بسیار برداشت‌های دور از منطق از این موضوع داشتن. حالا من میخوام که این برنامه رو با یکی از نامه‌هایی که یکی از عزیزان، یکی از خانم‌ها ارسال داشتن با اون شروع کنیم. ببینید این عزیزی هست که نامه‌ای نوشته و قصه دردناک خودش رو با این موضوع مطرح میکنه. میگه که من به اصطلاح خب نمیدونستم، بچه بودم، از 20 سالگی با این موضوع چند همسری این در خانه ما به اصطلاح مطرح میشد و بعضی از خویشاوندای ما به اصطلاح بیش از یک خانم داشتن و من کاملا با این قضیه به اصطلاح مخالف بودم و همیشه هم جنجال میرفتم با برادرام، با عموهام، با داییهام. روی این مسئله جر و بحثمون میشد و این رو یک نوع به اصطلاح شهوترانی از مرد تلقی میکردم، یک نوع ظلم به زن تلقی میکردم. میگفتم که به اصطلاح پس قلب زن چی شد، احساسات زن چی شد، فقط شما به اصطلاح حرف مرد هست. این زاویه دید، زاویه‌ای که خیلی بچگانه و سطحی است که افرادی فکر میکنن که تعدد و چند همسری یعنی اینی که ما در فکر این هستیم که به اصطلاح مرد به هوا هوسش برسه. این رو یه نوعی به اصطلاح شهوترانی تلقی میکنن، در حالی که این در جوامع گذشته خود ما، حالا بگذاریم از دیگران، خود ما آقایونی که بیش از یک همسر داشتند رو به عنوان انسانهای خیر، انسانهای خوب، انسانهایی که به فکر جامعه هستند، انسانهایی که به اصطلاح تنها واسه خودشون زندگی نمی کنند میشناختند. یعنی این افرادی که چند همسر داشتند همیشه در جوامع ما، خود ما به اصطلاح از وجاهت خوبی برخوردار بودند، مردم احترام خاصی براشون قائل بودند، چرا که احساس میکردن اینها باری رو از سر جامعه کشیدن. به هر حال این دختر عزیز میفرمایند که همینطور به اصطلاح قضیه پیش میرفت تا من 30 ساله شدم. اینور و اونور پچ هایی میشنیدم که بعضی از عزیزانی که می اومدن خونه ما پچ میکردن بین خودشون که بنده خدا داره ترش میشه، کسی نیومد، چی شد، چی مشکلی که نداره، ماشاءالله خیلی صد کمالات داره، فلان داره. متوجه نبودم در ابتدای کار که حرف اینها متوجه کی است، تا اینی که فهمیدم که همه این حرفها هدفشون من هستم و خودم هم خیلی برام سخت بود این همه مدت به اصطلاح از بعد از 20 سالی که تا 30 سالی رسیدم خیلی واسم سخت بود. ضربه های روحی روانی خیلی شدیدی دیدم. از خوشبختی من این بود که برادر بزرگترم
با خانومی ازدواج کرد که ایشون در تحصیلات علوم اسلامی داشتند و اومدند یک مدرسه علوم اسلامی و تعالیم قرآن کریم رو باز کردن تو خونهشون و من یه مقداری مشغول بودم و این مشغولیت خیلی به من کمک میکرد و اگر این فضا رو نمی داشتم خدا میدونست که در چه منجلاب‌های فسادی من گیر می افتادم. اما روزگار همینطور سپری شد و بارها کمی مونده بود که در گناه بیفتم، بارها فکر اگر خودکشی حرام نمی بود بارها در فکر این افتاده بودم که خودکشی کنم. این همه فشارها تصویری میده از فشارهایی که روش می اومده. در هر حال میگه که مدتها گذشت و بعد از مدتی یک روز برادرم اومد و به من گفت که به اصطلاح یکی ذکر خیر شما رو می کرد اما من رد کردم. من پریشون شدم، با داد کشیدم روش که چرا؟ مگه من چیمه؟ من نباید ازدواج کنم؟ گفت نه خواهر جان، که به اصطلاح آدم خیلی خوبی بود و صاحب اخلاق و اینا، همش از نظر من مقبول بود، اما خب از نظر شما قابل قبول نبود، منم مجبور شدم رد کنم. گفتم داد کشیدم تو چه میدونی نظر من چیه که بیایی برام من تصمیم بگیری؟ گفت بابا تو خودتی که داشتی با ما همیشه دعوا داشتی که مثلا نمیخوام زن دوم بشون. ایشون برای زن دوم میخواستن. اینجا بود که من به خود اومدم و دیدم که واقعا وقتی که من با فطرت و با یک قانون الهی در ستیز بودم چه ضربه‌ای به خودم زدم، ریشه خودم رو با تیشه زدم و خودم احساس نمی کنم. بهشون بعداً رسوندم که من حاضرم نه زن دوم بلکه میخوام که حتی زن سوم یا چهارم هم باشم. عزیزان این یک تصویری است از یک عزیزی که نامه طولانی رو نوشته و درد دل میکنه و در نهایت هم به اصطلاح از همه شما عزیزان هم التماس دعا داره که چطور من خودم رو ضایع کردم. و جالب اینجاست که اشاره میکنه به آیه قرآن کریم که انسان‌ها وقتی که راه به اصطلاح قانون الهی رو ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، اونایی که خداوند یک قانونی رو که وقتی میذاره اون قانون رو باش در میافتند یا اون رو دوست ندارن، یعنی ازش بعدشون میاد که آقا من نمیتونم این رو تحمل کنم. بابا خالق آفریدگار این کون و مکان، اونی که زنها رو آفرید، اونی که بشریت رو آفرید، اونی که مردان رو آفرید، اونی که قوانین زندگی رو آفرید، فطرت انسان رو سرشت، اون خدا این قانون رو گذاشته. دیگه ما حق نداریم که به اصطلاح بیاییم واسه خودمون چیزی که میخوایم بتراشیم. ببینید خداوند متعال حتی اون عزیزانی که برداشتشون از ازدواج یا چند همسری و حتی از برخی از مفاهیمی که در چند همسری هست اشتباه است، ببینید خداوند متعال در سوره النساء آیه 3 یک مسئله هست، قضیه عدالت در به اصطلاح قضیه یتیم ها و اینها، یک راه حلی رو خداوند متعال که بعداً شریعت و قانون الهی است این رو پیش میکنه که و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر ترسیدید که نتونید حق عدالت رو در حق یتیمان به اصطلاح به اجرا در بیایید، چون آیت پیش در مسئله یتیم هاست که به اصطلاح اموال یتیمان رو به خودشون بدید و اینا. بعد خداوند متعال این قانون رو میذارن که فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اون چیزی که به اصطلاح در توانتون هست و از زنها به نکاح در بیارید، مثنی و ثلاث و رباع، 2 تا زن بگیرید یا 3 تا زن بگیرید یا 4 تا زن بگیرید. فان خفتم الا تعدلوا، حالت استثنائیش چی هست؟ اون حالتی هست که اگر شما ترسیدید که عدالت رو مراعات نکنید، ببینید عدالت رو مراعات نکنید، فواحدا، اون وقت هست که شما یه زن بگیرید. حالا که اگر نمیتونید عدالت داشته باشید، میدونید که به صورت از توانتون نیست، یعنی اگر در توانتون نبود، اگر توانایی ندارید، این یک زن برای شما به اصطلاح کافی هست.
حالا این عدالت چی هست؟ در همین سوره در آیه 129 خداوند متعال میفرماید ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. یک نوع دفاعی هست. همیشه در اسلام زن یک جایگاه خاصی رو داره و زن اصلا یک میزان هست که مرد بر پایه اون میزان سنجش مرد، درجه مرد کجاست با زن میسنجنش. خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین مردا کدومه؟ اونی که بهترین باشه برای همسرانش و من پیامبر برای همسران از همتون بهترم. یعنی میخوای بدونی که تو خیر هستی، آدم خوب هستی، ببین که جایگاهت با زن چی هست. در ترازوی زن مردو وزنش میکنن که چند مرده حلاج هست. ما اکرمهن الا کریم. انسان شریف و کریم و با وجاهت و با جایگاه انسانیت بالا اون کسی هست که زنان رو احترام میذاره و برایشون ارزش قائله. و ما اهانهن الا لئیم. انسان پست و بیهوده و زبون اون انسانیه که به زنها احترام نمیذاره و اهانتشون میکنه. حالا طرف میاد به اصطلاح ازدواج میکنه. خب این فردی که ازدواج کرده میاد الان یه مشکل داره. مشکلش اینه که به اصطلاح یه زنش مثلا قرقرو هست، سرشو به درد میاره. یه زنش هست بسیار انسان وزین و خوب و خوش اخلاق. یکیش بد اخلاقه، یکیش خوش اخلاقه، یکیش نمیدونم خوشگل نیست، یکیش زیباست و خوشگله، یکیش نمیدونم آدم به اصطلاح بی‌نظم و حتی بی تربیتی هست، یکی تربیت اجتماعی بالایی داره و مرتبی هست و تمیز هست، یکیش کثیف هست، یکی فلان، یکی پیرزن افتاده ای هست، یکی جوونی هست. الان طبیعت این فرد خب همینه که به اصطلاح به طرف اونی که در کنارش بیشتر احساس سعادت میکنه، احساس آرامش میکنه، به سوی اون میلان پیدا کنه. خداوند متعال میاد با این آیه از این زنی که الان به اصطلاح افتاده است یا حتی اگر کوتاهی هایی داره، حتی اگر مشکلاتی داره، به هر حال الان در یک عهد و پیمان مقدس زناشویی داخل شده. از این دفاع میکنه این آیه و میگه که بله ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. هر چه شما سعی کنید هرگز نمیتونید بین همسران عدالت رو به اصطلاح رعایت کنید. حالا که نمیتونید عدالت رو رعایت کنید این دیگه معناش نیست که این رو بذارید یا طلاقش بدید یا بیرونش کنید یا نه. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. به طرف یکیتون به یکی از خانم‌ها کلا خودتون رو نکشید و اون دیگه رو همچنین رهاش کنید بدون سرپرست، بدون به اصطلاح اهتمام و بدون این. پس قضیه اینجاست که اون چیزی که ما رو بعضیا رو میترسونند خودشون رو یا افرادی هستند که به اصطلاح سد معبر ایجاد میکنن که آقا عدالت نمیشه رعایت کرد، عدالت نمیدونن فلان. عدالت هم اینجور حرفا نیست. قضیه اینجاست که ما با یک فطرت انسانی در تماس هستیم. اینی که به اصطلاح بعضیا میان میگن که اسلام آقا چند زنی رو به اصطلاح چند همسری رو رواج داده، این برخی از افراد بی سواد بی فرهنگی هستند که اصلا از عمق تاریخ بشریت و از روند زندگی بشریت و از فطرت انسانیت ناآگاهند. در کل تاریخ بشریت از روز خلقت آدم تا به امروز و تا به روز قیامت در تمام جوامع بشری، چه دیندارش، چه بیدینش، چه مسلمونش، چه غیر مسلمونش، همیشه چند همسری بوده و هست و خواهد بود. تنها قضیه چی هست؟ تنها اینه که برخی این چند همسری رو از کانال درست و قانونمندی که شرافت انسانی رو بها میده و ارزش انسانی رو بها میده و انسانها حقوقشون رو دریافت میکنند طی میکنند، یعنی قانونمند هست، تمیزه. و برخی هم نه، این رو یک نوع هوسرانی راندند و میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. کجای دنیاست امروز که ما چند همسری نداشته باشیم؟ اما فرقش اینه که در بعضی از جوامع این به اصطلاح بی‌بندوباری یک بی‌بندوباری به اصطلاح
کشونده شده و انواع و اقسام بیماری ها داریم. چرا الان تو همین کشور خودم ما چی داریم؟ وقتی که جنگ ایران و عراق تموم شد داد میزدند حکومت را، به اصطلاح سران حکومت که آقا بیاید زن بگیرید، حکومت کمکتون میکنه، نمیدونم فلان الان. اما چی؟ فرهنگ سازی نشده بود. اما چی؟ یک اوهامی رو این رسانه و این به اصطلاح افراد موذی در جامعه پخش کرده بودند که به این صورت نمیتونستیم این سد بزرگ کابوسی که در روی به اصطلاح مردا و زنا بود این رو بشکنیم. آخرش اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم روسپیگری رو به اصطلاح قانونمندش کردیم، یا روسپیگری رو عبای آخوند بترش کردیم و گفتیم آقا بیایید صیغه کنیم. الان هم وقتی میریم به اصطلاح در بازار صیغه که هر جا به اصطلاح برات پیامک روزانه 100 تا پیامک میاد که آقا بیاد نمیدونم با قیمت‌های ارزون و فلان، میگن که چی؟ باید همراهش یک به اصطلاح گزارش پزشکی باشه. چرا گزارش پزشکی؟ کدوم یکی از آقایون هست که هر وقت میخواد به زنش هم بستر بشه قبلش میره به اصطلاح پیش پزشک و آزمایشش میکنه که نکنه بیماری داشته باشه؟ چرا در ازدواج بیماری نیست و در غیر ازدواج، در روسپیگری، در نمیدونم فساد و فحشا و صیغه و اینا گزارش پزشکی باید باشه؟ چرا اونجا احتمال بیماری هست؟ چون اون با فطرت به انسانیت در تضاد هست. فطرت انسانیت این هست. فطرت طبیعت بشر چطور میشه در تضاد شد؟ تمام، نه بشر، کل فطرت خلقت الهی هو اعلم من خلق. خداوندی که میدونه که چجوری خلق کنه، همیشه در تکاثر جهان آفرینش به اصطلاح نوع و جنس مؤنث یا زنانه بیشتر از مردم. در درختان که وقتی نگاه میکنید، مثلا درختانی که زن و مرد دارند، مثل درخت خرما مثلا، از هر تا 100 تا 200 تا درخت خرما یه دوتاش نره، بقیهش همش ماده است. اگر میخوای تو همین خونه هامون هممون به اصطلاح تو خونه هامون تو روستاهامون به اصطلاح چی داشتیم؟ حداقل مرغ که داشتیم. ببینید چند تا از این تخما به اصطلاح مرغ میاد و چند تاش خروس. از هر تا 10 تا 20 تا 30 تا مرغ یه دو تا خروس میاد بیرون. و خود ما الان نگاه کنیم در همه جای، همه کشورهای دنیا این همه زن به اصطلاح میزان تولد به اصطلاح زن بیشتر هست، دخترها بیشتر میشن، پسرها کمتر هستن. با این حال پسرها یا آقایون در معرض خطر بیشتر هستن، مرگ و میر در بین آقایون بیشتر هست، تصادفات در بین آقایون بیشتر هست، در جنگ ها این آقایون هستن که درو میشن. پس اسلام چی کار کرد؟ اسلام اومد، این یه راهی بود، یک کاری که جامعه بشریت بناءً بر فطرت و نیاز به طرف اون داره سوق پیدا میکنه و اینجا آقایون اومدند برای خواسته های خودشون گرگ شدند و به اصطلاح هجوم میارند به اصطلاح رمه و میدارند و میندازند. اسلام اومد گفت نه، این زندگی، این انسانیته. با عرض پوزش اسلام اومد این رو قانونمندش کرد، اومد برای جامعه رسون که شما در مقابل همدیگه مسئول هستید. حالا ببینیم کیه که ضد زن هست. این افرادی که به اصطلاح ابلهانه میان میگن اسلام ضد زنه، یکم شعور انسانی داشته باشن، یکم عقلشون رو به کار ببینن که چیه که چی هست. آقا میخوایم در جامعه مشکل جامعه رو حل کنیم، کیه که سد معبره؟ آقایون حاضرن، بعضی از آقایون بنا به نیازهاشون، بنا به کوتاهی هایی که همسراشون دارن، بنا به نیازهای جامعه میخوان که به جامعه خدمت کنن، دلسوزی و احساس به دیگران و به درد افراد در جامعه میخواد که به اصطلاح یه همسر دیگه داشته باشه. حالا ببینیم کیه که مخالف هست. میام در بین جامعه، زنش مخالف هست، این حقشه. زنش نمیخواد که کسی رقابتی داشته باشه تو محیطی که هست. همه ما وقتی که در این محیط که هستیم این چیز فطری است که انسان از رقیب خوشش نمیاد.
شما تو یه بچه اولتون که داشتید، بچه دوم که اومد دیدید که پسر اولتون غیرتی شد، میخواست بندازتش بیرون، نه بابا بغلش نکن، نمیخوامش. خب توی یه اداره 10 نفر کارمندن، نفر 11 که میاد همه غیرتی میشن که این نکنه جای ما رو بگیره. این چیز طبیعی است. و زن هم چون از دیدگاه خودش نگاه میکنه، زن به اصطلاح تعدد پذیر نیست، مرد تعدد پذیره، سرشتش اینجوریه. خداوند اینجوری خلقش کرده به خاطر اینکه خداونده که زنها رو بیشتر خلق کرده، خداونده که این انسانیت رو خلق کرده، نیازهاش رو میدونه. خب الان این فرد آماده است که به اصطلاح ازدواج مجدد بکنه، زنش اجازه نمیده یا دلش نمیخواد یا نمیدونم، این حق زن هست، طبیعتشه، فطرتشه. خب این یه زن. الان ببینیم در جامعه چند زن دیگه هم هست، 4 زن دیگه حداقلش هست. یه زن بیوه هست، شوهرش مرده، شوهرش کشته شده. خب چقدرند از خانم هایی که من و شما میشناسیمشون، یعنی دختر خانم هایی که بعد از 1 سال ازدواج، 2 سال ازدواج، چند ماه ازدواج، شوهرشون کشته شد تو تصادفی، مرد یا در جنگی، نمیدونم فلان الان. با عرض معذرت. خب بعد از این خانم های مطلقه هستن. چقدر آمار طلاق در جامعه ما بالا رفته. خب اینی که طلاقش دادن، مرده که میره خب یه زن دیگه میگیره، مشکلی نداره. این خانمی که طلاق داده شده، این چی؟ این تا آخر عمرش باید همینطور سپری کنه؟ خب چقدر از به اصطلاح دخترایی که به این تعبیر زشتی که ما استفادهش میکنیم که ترشیدن، یه ترشیدن مثلا تعبیر بسیار زشتی هم هست. ما در جامعهمون خیلی تعبیرهای زشتی داریم که باید اصلاح بشه. همین جمله اینا، دخترایی که موندن و به هر حال فرصت ازدواج براشون طی نشده، حالا اسباب و عللش چی بوده کاری نداریم، عمرش گذشته، اومده 28 سال شده، 29 سال، 30 سال راه که میخواد بگیره. خب این یه موردش. و مورد چهارمش هم اون زنای افتاده، زیاد مثلا شکل و قیافش مطابق طبع مردا نیست، میگن خوشگل نیست، یا نمیدونم یه بیماری خاصی داره، از کوچیکی نمیدونم یه شل شده، یک نمیدونم چشمش رو از دست داده، یا از خانواده خیلی خیلی فقیری هست، مثلا کسی بهش نگاه نمیکنه. این 4 مورد زن دیگه رو ما تو جامعه داریم. از این 4 مورد را بریم هر یکی از اینها رو بگیریم، بگیم که شما میخوایی تا نهایت عمر تنها زندگی کنی، یا میخوایی که یه نیم شوهری یا یه 3 شوهری، یه 4 شوهری گیرت بیاد. چی میگه؟ این 4 مورد راضی هن. 4 مورد از 5 تا زنی که ما در جامعه داریم، 4 تاش راضی هن که زن به اصطلاح دوم، سوم، چهارم بشن. یکیش راضی نیست. یعنی الان میبینیم 1/4 زنها شده دشمن کل زنها. پس زنه که با زن دشمنی داره، نه اینی که مرد با زن دشمنی داشته باشه یا اسلام یا دین با زن دشمنی داشته باشه. اینجا زنه که دشمن زنه، زنه که اجازه نمیده به اصطلاح مشکلات جامعه برطرف بشه. حالا همین زن ما ازش میخوایم که یه لحظه چشاتو ببند، تصور کن که تو یکی از اینها هستی، شوهرت کشته شد، مرد، طلاقت داد، یه موردی برات پیش اومد، نمیدونم شل شدی، کر شدی، کور شدی، خب زیبایی تو از دست دادی، یکی از بچه بسیجی یا آخوندهای مثلا با اون درایت منفیشون اومد رود اسید پاشید، کارهایی که تو جامعه ما بعضی از گرگا میکنن. خب همه اینا صورت گرفت. حالا شوهرم نداری، میخوایی که بی شوهر باشی یا نیم شوهری داشته باشی؟ نیم شوهر بهتره یا هیچیش؟ یه 3 شوهر، یه 4 شوهر بهتره یا هیچیش؟ پس اینجا ما
با یک معضله اجتماعی روبرو هستیم. این معضله اجتماعی ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره، این شعور انسانیت داره. در تمام جوامعی که اونجا انسانیت حساسه، عقلهایی که در فکر اون جامعه هستن قانونگذاری میکنن. کشور اریتریه کشور مسلمون نیست، با اکثریت مسیحی است. الان مسیحیتی که اصلا چی رو نمیشناسه، مثل چند همسری رو قبول نداره. نه مسیحیت حضرت مسیح، مسیحیت این دین تراشا، آخوندهای مسیحی، کلیسای دین تراش که مثل حوزه علمی ما مثلا نشستن تو قم و ما دین میتراشن. اونا هم همچنین چندرغاز و همچنین بند و بساطی برای خودشون دارن. اونا یه چیز دیگه درست کردن. اما خود الان این افراد عاقل نشستن تو قانون کشورشون، الان چند وقت پیش باید هر مردی یه زن دیگه بگیره. این معضله اجتماعی حاد هست. با این همه زن بی سرپرست میخوان چیکار کنن؟ در یک خانواده ای که یک زنی مثل این خواهر عزیزی که برای ما نامه نوشته، ما خب این خواهر عزیز ببینید، یه خانومی هست ازدواج نکرده، یا ازدواج کرده بود طلاق داده شد، یا نمیدونم، به هر حال الان شوهر نداره. مثل این خواهر میشه یه فضایی براش به وجود میاد، یه جوی هست، جوی که در اون میتونه عفت و کرامت و ناموس خودش رو حفظ کنه. خب تموم شد بازی؟ تموم شد دیگه، عفتش حفظ شد دیگه، تموم شد؟ نه، این یه فشار روحی روانی سرش هست. الان این چیکار میکنه؟ میترکه. ترکیدنش چیه؟ دیدید تو هر خانواده ای که یک زن بی شوهر هست، ببینید که تو کل اون فامیل تو دردسرن، با همه جنگ داره، هر جا فسادی به بار میاره، با این دعوا داره، با اون دعوا داره، مشکل روانی داره. فشاری که روش هست باعث شده که دیگه این فشار خب نتونسته که به اصطلاح در مسیری که به اصطلاح مسیر اصلاح هست، مسیر فطری هست، این رو خارجش کنه. خب از گوش و دهن و حرکت ها و ایناش بیاد میرون، کبته، این داره میترکه، هر جا به اصطلاح مشکل درست میکنه. اما اگر خدایی نکرده یک انسان پایبند دین نبود یا در ضعف ایمانی بود، حالا چی میشه؟ خیانت های زناشویی که ما میشنویم از کجا بار میاد؟ از همین زنا. یعنی اگر مرد بخواد به سوی فحشا بره تا زن نخواد امکان نداره. اینه که خطر زن خیلی هست. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردا رو متوجه میکنه که الان برای این امت من فتنه‌ای خطرناکتر از زنها وجود نداره. زناست. این حضرت سعید ابن جبیر میگن که حضرت ابن عباس از من پرسید که ازدواج کردی؟ گفتم نه. گفت که ببین، برو ازدواج کن، فإن خیر هذه الامة كان اکثر النساء، فإن اکثر النساء كان خیر هذه الامة. یعنی بهترین این امت بیشترین زنان رو داشت. زیاد زن داشتن، چند همسر داشتن، این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر از خودگذشتگی داره. وقتی که من در بعضی از برنامه‌ها میگفتم آقای سلیمانی هم دلخور میشد که هر جایی من انسانی رو میبینم که چند همسر داره دستشو میبوسم، حق دارم. احساس میکنم که این فرد یه فرد معمولی نیست. این فرد واسه خودش زندگی نمیکنه. این فرد اینقدر شعور داره، اینقدر انسانیت داره که در فکر مشکلات جامعه هست. الان ما توی یه خونه یه دختر داریم که ازدواج نکرده، کل این خانواده پریشان هست، یه مشکلی هست. این اومد این دختره رو برد، این مشکل رو از کل این خانواده برطرف کرد. چه اجر و پاداش زیادی داره، چه عبادت بزرگی هست ازدواج. خب اومد از یه خانواده دیگه یه مشکل دیگه رو برطرف کرد. شاید اون مشکل خیلی حادتر بود. یه خانومی بود طلاق داده شده بود، 2-3 تا بچه هم داره، یا یک نمیدونم بیوه زن بود، یک نمیدونم شوهرش مرده بود،
یک نمیدونم دختری مونده بود، یه دختری بود که مشکل به اصطلاح جسمی یا مشکل دیگه داشت. این فرد اومد و یک باری رو از این خانواده برطرف کرد. ببینید خیلی ساده، یه مثال خیلی ساده بزنم که ببینید ما احیانا چقدر از انسانیت فاصله میگیریم. وقتی میاییم که آقا چطور هوای یک احساسات یک زن رو ندارید؟ نه، ما هوای زن رو داریم که این حرف رو داریم میزنیم. دین وقتی اومد قانون گذاریش کرد به خاطر اینکه حق این زن رو گرگای نگیرن. خب اومدیم در یک سفر هستیم، مثلا تصور کنید ما توی سفریم، خب تو اتوبوس، تو هر دو اتوبوس صندلی اتوبوس به هم چسبیده، هر یه زن و مردی کنار هم نشستن. اومدیم در وسط صحرا تو مسیر دیدیم که بله یه تصادف وحشتناک شده. الان به اصطلاح راننده که مثلا پدر این خانواده بوده کشته شده، مادر با 4 تا دختر دیگه افتادن. حالا ما چیکار کنیم؟ بیاریم اینا رو میگیم که آقا بذارید اینا رو سوارشون کنیم. هر یکی از این زن و شوهرها بگن که نه 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 ما جامون تنگه، ما کسی دیگر نمیتونیم جا بدیم. حالا ببینید اینا چقدر من و شمایی که این حرف رو میشنویم چقدر متنفر میشیم از همین افراد. اما ها اومدیم یکی گفت بیا شما بیاید این ور، خانم شما این ور بخز، خانم شما بیاید کنار خانم من بشین. اون دیگه بیاد دختر خانم بیاید شما کنار خانم من بشین. ببینید چقدر مایی که این حرف رو میشنویم که اینها اومدند افرادی رو افتاده بودن تو جامعه جمعشون کردن، از یک مرگ نجاتشون دادن، چقدر میگیم که چه انسانهای پاک سرشت و چه انسانهای از خود گذشتگی کردن. مسیر طولانی هست، با این جا هم تنگه، با این وجود اینا رو جا دادن. حالا یکی از این خانوما بیاد بگه که نه من که اجازه نمیدم کسی بیاد اینجا بشینه. ما میبینیم چقدر خودخواه میشه. بعضیاشون چی؟ شوهر میگه نه من که باید این انسان رو نمیتونم اینجا تنها بذارم. من خب میگه یا این یا من. بعد میذاره خودش میره تو صحرا و ماشین حرکت میکنه، مسیر هم میره، مون تو صحرا. بعدش چی؟ پشیمون میشه؟ نمیشه. اونایی که شوهراشون رو ول میکنند و میرن که چی؟ شوهرم زن دوم گرفته، به من خیانت کرده، یا من یا اون. هوو آورده. ببین چه لفظ زشتی رو ما داریم استفاده میکنیم. هوو یعنی چی؟ مگه ما اجلکم الله اعوذ بالله مگه ما سگیم که صدای سگ میاریم هوو؟ زشته، بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش از زن دوم یا سوم یا چهارم به نام خواهر یاد میکنه. خواهر. و برای همین میگه که هیچ زنی اجازه نداره که از شوهرش بخواد که خواهرش رو طلاق بده. خواهر. پس ببینید این رابطه چقدر رابطه باید صمیمانه باشه، رابطه خواهریت. استاد رفیع میگن که وقت تموم شد، ما هنوز موضوع رو باز نکردیم. به هر حال یه میون برنامه میگیریم، میاییم سوالای شما عزیزان رو با هم مرور میکنیم و این موضوع همچنان داغ میمونه. شما هر چه سوالی دارید، اعتراضی دارید، پیشنهادی دارید، انشالله برای ما بفرستید. هفته آینده هم همین موضوع چند همسری رو با هم مرور میکنیم و یه بیان برنامه میگیریم، میاییم با سوالاتش.
با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان. با سوالات شما عزیزان هستیم. عزیزی سوال فرستادن که سلام و خسته نباشید استادان گرامی، من زن دوم شوهرم هستم. زندگی خیلی برام سخته، نمیتونم ادامه بدم. 5 ماه حامله هستم، نه راه پس دارم نه راه پیش، سر دوراهی موندم. خانواده شوهرم هم منو قبول ندارن، اصلا حاضر نیستن منو ببینن. لطفاً راهنمایی کنید. ببین عزیز من، خواهر عزیز، خواهر گل، احترام، پذیرش، محبت با گدایی دست نمیاد که ما بریم گدایی کنیم. خواهش میکنیم بهتون منو دوست داشته باشید، خواهش میکنم منو قبول داشته باشید، خواهش میکنم. اینطوری نمیشه. چطور ما احترام رو به دست میاریم؟ خودمون رو احترام میذاریم. خودت رو احترام بذار، بهترین باش، کاری کن که اونها افتخار کنن که خویشی و عزیز مثل تو دارن. کاری کن که شوهرت به تو افتخار کنه. کاری کن که اونا بدونن که با نزدیک شدن به گلی مثل شما بو میگیرن. نه اینی که بری گدایی کنی. نه اصلا تصور اونا رو اصلا از ذهنت بنداز بیرون. اصلا اونا نیستن، وجود ندارن. تو که شوهرت داری، با شوهرت مشکلی نداری، با زندگیت مشکلی نداری. وظیفه‌ای در مقابل اونها چی داری؟ که احترامشون رو داشته باشید. اونا چی کار میکنن برات اصلا مهم نباشه، اصلا تو تصورت نباشه. بذار هر کاری دلشون میکنن، بدی میکنن به خودشون میکنن، خوبی میکنن به خودشون میکنن. اگر باز دیدی که امکان نداره، توصیه ما دربان هست. ببینید شما یک به اصطلاح خودت با انتخاب خودت شدید زن دوم. زن دوم گرفتن برای مرد کار آسونی نیست، دردسر داره. جامعه فرهنگ سازی نشده و این مرد همچنین به اصطلاح از خودگذشتگی از خودش کرده. این شوهرت که اومده تو رو گرفته، این یک انسان ایدئالی هست. این یک انسانی هست که میدونسته که با اومدن تو چه دردسرهایی براش درست میشه، اما همه رو خواسته قبول کنه به خاطر تو. قدرش رو بدون. بعدش چی؟ بعدش اگر دیدی که اصلا اینو چرا این کارو میکنن، برای همه خانم‌هایی که زن دوم هستن، اگر واقعیت امر این هست که شما اومدید تو یک میدان که اون میدان یک ریتم خودش رو داشت، آرامش خودش رو داشت فلان، الان یک واکنشی از کل افراد به اصطلاح خویشای همسرت، خویشای زن اولش، همه اینا یک واکنش بسیار شدیدی در مقابل شما دارن که چی؟ که این رقیب رو بندازن بیرون. چون احساس میکنن که اگر همچون این کاری بکنن، تو رو قبول نکنن، به تو ظلم کنن، به تو نمیدن بد و بیرا بگن، تو جا خالی میکنی، فرار میکنی و اونا همون ریتم اول استقراری که باش راضی بودن رو به دست میارن. اینجا اگر همت کنی تو همسرت و بیا برای همسرت یک زن سوم خوبی که مناسب همه شما باشه انتخاب کن. زن سوم که اومد آتش بس میشه. دیگه میدونن که الان نمیتونن رقیب رو بندازن بیرون. الان قضیه شوخی بردار نیست. اگر بیشتر اذیتش کنی میره زن چهارم میگیره. اون وقته که دیگه آب از آب سیاب میمونه، همه سراشون رو میندازن پایین و زندگی به خوشی و خرمی میره. اگر همچنین توانایی دارید و همچنین جرأتی دارید، بسم الله. ندارید، همینه، اونا رو حذف کن، وجودشون رو به اصطلاح از ذهنت بیرون بیار. ببینید چیزی که منو خوشبخت میکنه، حتی خواب و خیالای خودم منو بیشتر خوشبخت میکنه از واقعیت‌های دیگران. خیلی عجیبه. مثال میزنم. مثلا من تصورم اینه که شما منو خیلی دوست داری. تصورم تو ذهنم اینه، همینطور برداشت کردم که شما منو خیلی دوست دارید، در حالی که شما از من متنفرید. الان من چه احساسی دارم؟ احساس سعادت دارم، احساس خوشی دارم، احساس میکنم که من خیلی خوبم، رابطه‌مون خیلی صمیمی. شما از من متنفرید. این برام مهم نیست، این واقعیته. اما واقعیت شما مال خود شماست. اون چیزی که برام مهمه اونی که تو سر منه. برعکسش شما تصور میکنید که شوهرت از شما متنفره. تصورته، یه چیزی همینجور برداشت کردی، در حالی که شوهرت عاشقته. زندگی برات چطوره؟
زندگی جهنمه. جهنمیت زندگی دست شوهرت نیومد، اون که عاشقته. زندگی از اون تصور خودت اومد. پس این شما اینی که خودتو مشغول کردی اونا منو نمیخوان، اونا چی میخوان، نرو گدایی. خودت کار خودتو بکن، مسئولیتشو در مقابل اونا ادا کن، بهترین باش، نمونه باش. ببین که کم کم اونها خودشون سرشونو میندازن پایین، میان نزدیک. نشد اون نسخه اولی که واسط پیچیندیم. عزیزی پرسیدن 2 سال نیم است که دور از خانواده زندگی میکنم تو شهر دیگه. قبلا هفته یه بار با شوهرم میرفتیم تفریح، ولی از وقتی بچه‌مون به دنیا اومده تفریح کنار گذاشته و من و بچه‌م تو خونه تنهاییم. وقتی بهش میگم بریم بیرون میگه بریم چیکار، کجا بریم؟ هفته یه بار هم میریم با خانواده‌ام سر میزنم، تو خونه خسته شدم، میخوام که شوهرم وقتشو هم برای ما بذاره. میخواستم راهنمایی کنید. عزیز من، زندگی دیگه اون زندگی دوران مجردی تموم شد، شما اومدی توی زندگی دیگه. الان اگر به من میگفتی که شوهر شما رو تنها میذاره با دوستاش میره، خب میگفتم که اینجا یک خللی هست. شوهر در کنار دوستاش بیشتر احساس آرامش و سعادت میکنه تا در کنار خودت، پس اینجا مشکل با شماست. میگفتم خودت رو بساز، ببین که مشکلت کجاست، ببین که چی چیزی شده که شوهرت به اصطلاح دوستاشو بر شما ترجیح بده. اما نه، شوهرت هم نمیره. خب انسان مردا عموما از یک ریتم زندگی زود خسته میشن، میخوان که اینو تنوعی باشه. دیروز میرفت وران، الان احساس مسئولیت ها بیشتر شد، الان رنگ و بوی زندگی عوض شد، الان میترسه که شما برید بیرون گزندی به شما وارد بشه، میترسه از اینی که خدا نکرده به بچه‌ش صدمه وارد بشه. یک هفته‌ای هم که میرید سری به خانواده‌هاتون میزنید، مشکلی ندارید. اینی که شما احساس میکنید که تو خونه تنهایی، این احساس شماست. چرا تنها باشید؟ بیا تو همه زندگیت. ببینید شوهرت نمیتونه همه زندگیت شو بذاره برای تو هم نباید شوهرت همه زندگیت باشه. جزئی از زندگی شوهرت هست، جزئی فرزند. اینا هم باید خانم‌ها گوششون بذارن، گوشواره تو پاورقی. نه، وقتی که شوهر نیست به فرزندش 100% برس. وقتی شوهرت هست دیگه فرزندت دیگه همه کاره نشه، شوهرت هست. خب پس اینو باید مد نظر داری. شاید زیاد با بچه‌ت ور میری، شوهرت رو کنار گذاشتی، اون هم میخواد که به این صورت انتقام میگیره، نه بهش برسی و این. خب عزیزی دیگه میپرسند که فعلا سفره دل رو میبینم، سوالی دارم. من تمام شرایط ازدواج رو دارا هستم، خواستگارم خیلی زیاد دارم، ولی اکثریت اشخاصی هستند که پایبند به دین نیستند، ولکن از نگاه تحصیلی و سطح فامیلی در حد خودم هستند، فوق لیسانس هستم، بنابراین اونا رو رد میکنم. حالا 29 سالم هست. آیا مخالفت من برای ازدواج به این علت سبب گناه برام نمیشه؟ چون میدونم با بالا رفتن سن ازدواج فرصت ها کم میشه. اگر ازدواج نکنم خودم سبب هستم. آیا این کارم مخالف رضای الهی است؟ بله عزیزم. ببینید شما میگید که به اصطلاح افرادی میان و اگه افرادی میان، همیشه وقتی افرادی میان شما باید استخاره کنید. وقتی استخاره کردید رفت، پشت سرش رو نگاه نکرد یا شما تمایل نشون ندادید یا که صد راهی شد، باید خدا رو شکر کنید که این فرد لایق شما نبود، رفت. و شما وقتی که میگید که به اصطلاح دیندار نیستند، خب مفهوم دینداری هم قبلا ما در برنامه پیش گفتیم که مفهوم دینداری از نظر شما چی هست. عموما به اصطلاح کبوتر با کبوتر، باز با باز هست. افرادی که به اصطلاح شما اگر دیندار خیلی خوبی هستید و پایبند خیلی خوبی هستید، غالبا همچنین افرادی به طرف شما تمایل نشون میدن، یا افرادی که دین دوستن به طرف شما یه قاعده کلی رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما گذاشته، این رو مد نظر داشته باش. من اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی اومد که شما از دینش و از اخلاقش راضی هستید، اون رو ازدواج بدید. اما اگر نه از دینش یا از اخلاقش شما راضی نیستید، حالا دین و اخلاقش چی هست اون بمونه جای خودش. شما اگر راضی نیستید، من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که چیزی رو بر این مبنا برای خدا رها کنه، خداوند بهتر از اون رو بهش میده. نگران نباش. بله عمرت بالا رفته، 29 سال خیلیه در فرهنگ آقایون و خط به اصطلاح نهایت هست. سعی کن
به صورت یه نوع بازاریابی کنی خانواده‌ات، عزیزان، در جاهایی که افرادی هستند که مطابق میل شما هستند، شما از دین و ایمان و اخلاقشون راضی هستین، پیش اونها ذکر خیری از شما بشه، پیش خانواده هاش اونها ذکر خیری از شما بشه، شما خانوادگی یا بعضی از افراد خانواده برند به خونه اونها سر بزنند، آشنا بشن فلان، تا به اصطلاح بدونن که شما هم هستین. خب بعد عزیزی پرسیدن سلام، من تازه نامزد شدم، من اصلا اون طرف رو نمیشناسم و اون هم همین جور، یعنی نامزدم، آیا این نامزدی نتایجش خوب است یا بد؟ ممنون. عزیزی که اسمشون رو هم ذکر کردن از ایران. ببینید عزیز من، شما نامزد کردید، به اصطلاح نامزدتون رو ندیدید، اولا باید این رو میدیدید. حالا قبل از اینکه نامزد بشید، به اصطلاح حالا این خواستگاریتون به کدوم حدی رسیده، الان باید ایشون رو بشناسید. شما در مرحله ای هستید که جدا شدن یا استمرار خیلی آسون هست، هم میتونید یه به اصطلاح عقب نشینی کنید، هم جلو برید. ما توصیه نمی کنیم که عقب نشینی کنید. اینی که به اصطلاح خانواده‌ات رفتن، خانواده‌ات هم که نرفتن که یک انسانی که شایسته نیست رو برای شما انتخاب کنن. در واقع در ازدواج دو تا فامیل ازدواج میکنن. همونطور که شما به اصطلاح میخواید موشکافی کنید، یک انسان مناسب خودت انتخاب کنید، همونطور خانواده هم میخواد که یک انسان مناسب اون خانواده باشه. پس اونها نیمی از کار رو یا بیشتر از 80% از کار رو اونها طی کردن. الان شما مثلا مشکل دارید، بله واقعا حق شما هست که باید بشناسیدش. الان باید قبل از همین که به اصطلاح حرف ازدواج و نمیدونم عقد و اینا در میان بیاد، شما باید اصرار داشته باشید که طرف رو ببینید، طرف رو باش حرف بزنید، بیشتر بشناسید از هر کانالی که امکان پذیر هست و اینها رو طی کن تا وقتی که خودت قلباً احساس آرامش نکردی که میخوایش، اقدام به ازدواج نکن که بعداً به اصطلاح چوبشو به سر بزنی، یا به سر خودت یا به سر همسرت که من ندیدمش، به من زورکی ازدواج دادن. چیزی به نام ازدواج زورکی یا اجباری ما نداریم. بله افراد میان رأی خودشون رو میخوان تحمیل کنن، اما شما کجا هستید؟ شما انسان هستید. خب این کسی که به اصطلاح بعداً زندگی میکنه و میسازه یا میسوزه شما هستید دیگه. فردا حق ندارید که بگید که من ازدواج اجباری دادن. یک گوسفند ما نمیتونیم به اجبار بکشیم بیاریم تو طویله. شما چطور انسان رو مثلا؟ نه، این تصورات اشتباه هست. انسان هستی، بیا و طرف رو بشناس و با اعتماد به خانوادت اون رو ببین و در نهایت تصمیم بگیر بله یا خیر. سلام استاد گرامی، شوهرم با خانواده‌ام سر اختلافات جزئی از همدیگه ناراحتن. منم از این حال خیلی رنج میبرم. خواستم یه راهنمایی کنید به عنوان یه زن چیکار کنم تا با هم دوست شن. اولا شما هیچ کاری نکن. شوهرت با خانواده‌ات مشکل داره، شاید وقتی که نامزد بوده، وقتی که خواستگاری کرده اذیتش کردن، نمیدونم مهر رو نمیدونم این مسائل رو زیاد سخت گرفتند و پاپیش درست کردند و این حرفا، میخواد انتقام بگیره، حقش. شما دارین میان هیچ کاره نیستید. الان خانواده شما خانواده شوهرت هست. ایشون وقتی که با خانواده شما این رو حذف کن. ایشون با خانواده جدید خودش مشکل داره، به شما چه؟ خانواده جدیدشون یعنی که همون خانواده شما باشن دیگه به شما ربطی نداره. شما این شوهرت هست، شما وظیفه کل خودت رو در قبال اون انجام بده. شما در عقد ازدواج امضا کردید با خدات که من این مرد رو خوشبخت میکنم، شما خوشبختش کن. وقتی شما پیش اون عزیز بودید و شما دیگه همه چیزش شدید، اون وقتی که اون به خاطر شما خیلی از کدورت هایی که اتفاق میفته، خیلی از بدجنسی هایی که به اصطلاح احیانا خانواده شما انجام دادن یا همه اینها رو میندازه بیرون و باشون درست میشه. درست شد یا نشد ربطی به شما نداره. شما شوهرت رو داری، زندگی تو داری و در این مسائل اصلا دخالت نکن. حتی از خانواده به اصطلاح در مقابل شوهرت دفاع نکن. اگر بد و بیرا کرد، اگر حرفی زد، اگر چی، سرت رو پایین بگیر و هیچی نگو، زندگی تو به هم نزن.
سلام تولید کنندگان، به خاطر برنامه‌های خوبتون به یه سوال داشتم. میخوام ازدواج کنم اما هر کار میکنم نمیشه. قسمت که ازدواج کنم چی کار کنم؟ بله، خیلی از عزیزان این سوال رو دارن. قسمت دست خداست و ما هم وسایلی رو خداوند متعال به ما داده که به کار بگیریم. فاستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. از استغفار زیاد استغفار کنید. دیگه ای که از مواردی که هست و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و تقوا پیشه کنید. خداوند به اصطلاح راههایی رو که اصلا در به اصطلاح فکر شما نیست اونها رو براتون باز میکنه. تماسی داشتیم که قطع شد، باشه عزیزانی که تماس دارن برگردن و همچنین به اصطلاح با خانواده ها رابطه بگیریم، خانواده رفت و آمدها داشته باشیم، نمیدونم افراد رو بشناسیم. یه جایی که به اصطلاح طمع دارید که اونجا کسی بیاد به خواستگاری شما اونجا ذکر خیر شما بشه، خالت، عمت، عزیزی که هست، همسایه، کسایی که به اصطلاح دلسوز شما هستن حرف شما رو اونجا تکرار کنن تا مردم بفهمند که شما چه ویژگی هایی دارید و به طرف شما تمایل نشون بدن. سلام بر وصال حق، سلام و صد سلام بر شما عزیزان. امیدوارم که صحت کامل داشته باشید. ما هم امیدواریم که شما همیشه زندگیتون شاد و خرم باشید. من مشکلی دارم، میخواهم من راهنمایی کنید. خانواده شوهرم در زندگیمان خیلی دخالت میکنند. بعد چند وقت من و شوهرم جدا شدیم. حالا شوهرم گفته که تو بیایی برات خونه کرایه میکنم. حالا که اومدم میگوید نمیکنم. خونه کرایه دلت میایی یا نمیایی؟ خیلی خانوادهش به هر چیز گیر میدهد. منو یک بار از خونهشون بیرون کردن. حالا من ازشون ترس دارم. هرچی شوهرم برام میگوید که من تو رو اونجا میبرم، من از اونها ترس دارم. همگی میگن اگر بری دوباره خانواده شوهر تو رو بیرون میکنن. ما افغانستان خونه داریم ولی شوهرم گفته باید بریم ایران پیش پدر و مادرم. حالا شما منو راهنمایی کنید، خیلی ممنون میشم از شما. عزیز میگن که یک تماسی داریم، تماس رو بگیریم میایم به این سوال بیننده. بفرمایید. الو، بفرمایید عزیزم. سلام علیکم. سلام بر شما. بخشای دانا چجوریه؟ بفرمایید. بخشای دانا چجوریه آقا؟ متوجه سوال شما عزیز نشدم. بخشای دانا چجوریه؟ بفرمایید. من متوجه سوال این عزیز نشدم. اگر استاد رفی متوجه شدن به من بگن. در هر حال این عزیز میفرمایند که خیلی ممنون میشم از شما. به خدا من شوهرم رو و بچه‌هام رو دوست دارم، راهنمایی کنید. ببینید خیلی برام وسوسه و چی پیدا شده. عزیز من، اولا این که شما شوهرت رو دوست دارید، بچه‌هات رو دوست دارید. الان نمیدونم خانواده گفتید که خانواده شوهرت اذیت میکنن اینا. ببین ما اینی که مردم چی میگن که تو اگر بری تو رو بیرون میندازن فلان، حرف مردم رو بنداز دور، توجه به حرف مردم نکن. حالا رفتی بچه‌هاتو میخوای، شوهرت رو میخوای، یه اشتباهی شده، باد برخورد بدی کردن، این رو به دل گرفتی، حالا برو، شاید پشیمون شدن، تازه پشیمون نشده باشن. شما ببینین احترام و ارزش و نمیدونم محبت با گدایی به دست نمیاد. این رو باید خودمون کسب کنیم. خداوند متعال برای ما یه قاعده کلی گذاشته، یه قانون گذاشته. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. کسی که بین تو و اون دشمنی هست باید تو اونطور باش رفتار کنی که انه ولی حمیم، انگار که دوست صمیمیت هست. برخوردت با دشمنت انگار طوری باید باشه که انگار دشمن نیست، دوست صمیمی هست. حالا که اینا که دشمن نیستن، اینا خویشات هستن، برخوردشون بده، نمیدونم حسودیشون میشه، نمیدونم از با بچه‌شون دلخورن، روزیتون خالی میکنن یا همه اینا رو اصلا توجه نکن. کسی که بدی میکنه به خودش میکنه، کسی که خوبی میکنه به خودش میکنه.
خب شما عزیز فقط بهشون به اصطلاح برخورد درستی داشته باش. شوهرت اینی که به اصطلاح به شما قول داده، قولش بی‌وفایی میکنه یا بدعهدی میکنه، این کار خیلی بدی میکنه، به اصطلاح گناهی بزرگی انجام میده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که به یکی از مهمترین شرط هایی که باید عملا اجرا بشه، وعده‌ای که کسی که داده باید اون رو عملی کنه، شرط ازدواج هست. هر شرطی که در ازدواج بوده اون رو باید عملی کنه و اینی که از دعا هم غافل نشد. دعا در قلبها بین دستان الله متعال هست و خداوند هر طوری بخواد اونها رو میچرخونه. دعا کن، خداوند رابطه شما رو صمیمی خواهد کرد. وقت ما پایان رسید و همچنان موضوع داغ هست. انشالله در هفته آینده و جلسه بعد باز هم روی مسئله چند همسری بیشتر تاکید میکنیم و عزیزانی که در این مورد سوالی، پیشنهادی، انتقادی هرچی دارن با ما در تماس باشن. تا نیم ساعت بعد از برنامه همچنان من با عزیزانی که از راه‌های ارتباطی با ما در تماس هستن، مسائل خاص خودشون رو دارن، هم در استودیو هستم. عزیزان با ما در تماس باشند. الله یار و یاورتون.